عزیز گذشته استودیم نیهولای بعضی بخشور رو دیده پرسیدیم این چیست؟ این گفتن پیج است. پیجش نمیدونم چیست. مبانی ماندارین و گریپفروت گفتن. مبانی ماندارین و اپلسین. بازی میبینیم پیجش چقدر نیهولو رو ببینیم. چقدر نیهولاکای خوشوی زیبا. بازی من پیش درختش برده استودم. پیجش رو میبینیم یک تاش رو میگم. یک تاش رو گرفته کشوده بریده نشون دید آقا جان. کشوی درونش یک تاش. التماس. قربان شما. یک ماه دیگه البته درشتر میشه اینجا ریزه. او کلانتر میشه. آره. این شیرین است. آره تقریبا شیرینه ولی هنوز رنگ نگرفته. ولی برای حدود 20 روز دیگه 25 روز دیگه میوه بسیار ماندگاری داره و پوستش هم کلفت خوشمزه است. نکهتش پریسوده است. من چنگ گفتم نکهت است درون میپرد تو. با اینو ببینید. اولی این باغ چیز با نکنی؟ آره. علی دل قفل کرده. یک تاش رو من گیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی در اونا. این با کلانتر میشن میگه داخل. او این قدر شیرین است. بسم الله. او این قدر شیرینه ها که اینو ببین. بریم یک دیگه. آقا این نامش چی گفته؟ پیج. پیج. آن بچه است. این باید برای این میبینه عجایبش. شما پیج حتما ببرید. پیج میبریم. بچه است. اون سیترنج پای بذریه. اون چی؟ بر نمیخوره. به این کیف بوده پیچشه. بهترین بوده. پیچ دایتون گره هم دیرون عزیز پیچ حتما خریداری کنید. راحت میکنید این ماندارین هم شیرین، اپلسین هم شیرین. پیچ. این پیچ کلمه فارسی است. نه انگلیسی است. با فارسی چی باشد؟ پیچ میگن همش با فارسی هم. انگلیسی کلمه انگلیسی بود است پیچ. من هم دیرون عزیز اگر که مرخ تو بیاد نیهول پیچ هم میبریم.